همین به امیدم که این بچه‌ها بیامو در آغوش بگیرم. همین به امید دنیا به امید افتیم. من هوشم کشول همه وقت در دهنی دروازه که از یگو مادر یک خبر میره. این مادر 13 سال باز در فراق پسر میسوزد و انتظار خبری از او است. پسرش امرالدین غفاروف 23 ساله را سال 2000 با گناه کشتن دو زن و غارتگری به قتل محکوم کردند. ولی سفرماه نظیرова ساکن شهر وحدت هنوز هم باور دارد که فرزندش زنده است. زیرا تا کنون معلوماتنامه عایدی اجرا شدن این حکم را ندیده است. به مراجعت‌های به تکرارش پاسخ دادند که دیگر پسرش را نجوید. با امید که خیر مادر چخله در اومدم گفتن که همو جایی که وقتی چیزی قبول میکنه گفت که ما خیلی آدم نداریم. گفت خاله برگو. بعد دیگه اونجا گریه کردم ناله کردم ششتم با هیچ که حال من نپرسید. با هم آمدم خانه هم طاقتی دیگه با سودی شهر رفتم. گفت که عقفای این نگرد. دیگه چه میکنی میگردی؟ برو خاله برو گفت که تمام. سالی که پسرش را به قتل محکوم کردند، تاجیکستان برای منع اجرای حکم قتل یا عوض کردن این حکم به 25 سال زندان آمادگی می‌گرفت. خبرها در این باره مادر را هم امیدوار می‌کرد که حکم پسرش اجرا نمی‌شود. اما امرالدین در واخوری‌ها همیشه از مادر التجا داشته است هر چه زودتر کاری کند که بیگناهیش ثابت شود یا حداقل جزایش را سبک کنند. خودش میگفت که من همین کارا کردگی نیستم. داودا که مرا برور میگو. سود دیلر چی کردن با گفتم کارا من نکردم. گفت سینم سودیا گفت تو نکی ما گفت با میفهمه گفت پشیمون میشه گریون شد. سال 2004 و یک سال بعدی به گفته سفرماه نظیر و گم شدن پسرش از زندان تاجیکستان به اجرای حکم قتل مراتوری اعلام کرد و بعدا این حکم به 25 سال زندانی وضع شد. حقوق شناسان میگویند در اساس قانون خانواده مرحوم باید از اجرای حکم آگاه کرده شود. اوید اجرا شدن حکم به خویشاوندان نزدیکی که دایره آنها را قانونگذاری معین کرده است، یعنی پدر و مادر، همسر یا که فرزندان، معلوماتنامه اوید اجرا شدن حکم سود نسبت شخص مشخص روانه کرده می شود. ولی چرا معلوماتنامه حکم امرالدین به دست خانواده نرسیده است معلوم نیست. اما این مادر میگوید 13 سال باز در حق فرزندش میسوزد و بعضا تنها به جستجو میبراید. یک مسئول وزارت عدلیه گفت اگر حکم قتل امرالدین غفاروف اجرا شده باشد پس به والدین هم مکتوب فرستادند و افزود در صورت مراجعت خطی مادرش میتواند پاسخی دقیق را بگیرد. بیخبری از سرنوشت پسر و امیدی در کنج دل سبب شده است که سفرماه نظیرova نمیخواهد برای پسرش نان خدایی بدهد. حالا او فقط این را میخواهد که بالاخره مقامات به او بگویند که امرالدین را انتظار شود یا دیگر خاطرش را جمع کند تا سوزش دلش هم کمتر شود. تا حاضر بیاد میشنم گریه ناله کرده در پیش جای نماز دعا میکنم که این فرزندی مرا خداوند زنده های مرده شه بفهمم میگم آمین آوازشه.